جورا جان چی کار میکنی؟ پرتو سیلوه را اوکیش ایش میگویم همه تو نمیکشم پارا میکنم همه به خفا به زمین مادایی ترکنده دارد یگید نپران ممدو پرون میگویم ممدو پرون دوستم پرون یگید چی شد؟ احتیاط باشه در بدنش ماده ترکنده دارد خیلی خطرناک است کیست این آدم؟ چی میخواد؟ نامش اوکیش است دادر فیرت میخواست قصد برادرش را ستاند تو از کجا میدانی؟ بغیر شما همه میداند سردارم قریب بود که هممون با عثمان میپریدیم زود متخصصان را دعوت کنید ماده ترکنده را گیرند یاری تجلی هم دعوت کنید ولکم با من بیا تشکر هوشیاریت حیاتی ما را نجات داد سلامت باشید استم خیر ما هم بکار نمیستیم شما کدام عکس را نشان دادیم بود سردارم ایست ملازمت این اسباب دیگر کار نشایم شد در آن عکس کی بود که؟ یک رسم شناس خودت کی؟ دیگر در فکرش مباش دوستم قریب بود که میترکید خیریت که به خوبی انجام داد کدام کاری خیری کرده بلاگردان شد سردارم سخت جان بوده است کلان سالان با تجربه اند لیکن جوان ها چلوکترند تو هم از شوخی و مسخره بازیت نمانده دوستم ای توبه شد اکنون بیارید بولشی سردارو ممدو تو هم این یک روی تو آدم رو میکشد با خدا والله درست میگه سردارم یگان گپی دیگر نیست خیر خطر هم رفت شد رسما هم نابود شدن پس با اجازت شما من میروم ملکه با او چی شده است احتیاط کن پروا نکنید سردارم من همیشه او را احتیاط میکنم من بد میگویم و توت میفهمد آقای یگید خیریت که آمدید بخیر است؟ در این وقتی اینجا چیکار میکنی؟ یا اینکه راحت را گم کرده ای؟ من نه بلکه تو گم کرده ای پس به فکرت من حیف شدم گفتنی که آدمی خیلی خوب بود جایش جنت شود مسخره بازی رو بس کن روزی دراز نبودی اگر باز کمی دیگر دیر میکردی مجبور میشدم که فاتحه رو به خانه هم برم کنی جواب ده روزی دراز در کجا بودی؟ انا وقت حساب و کتاب هم رسید تو چه منکر نکیر هستی؟ پس در دفتر اعمالم نویس مسلمان یگید بس کن مسخره بازی رو با تو حتی گپ زده هم نمیشود من از تو حساب کتاب نمیخواهم تنها خواطر شدم این مسخره بازیت به دلم زد فهمیدی؟ مایلش اینجا بودم آنجا بودم چرا خواطر میشوی؟ من سابق پلیسم و حالا یک آدمی بیکارم تو در اینجا چی کار میکردی؟ تماشا میکردم دستم را در کیسه انداخته
ساحل به ساحل گشته. ها باز کمی دانه که آفتابپرست خاییده کشتی ها را نظاره میکردم. اگر این فعل تو همین خیلی باشد آدم را میکشی، من میمیرم. بهترش تو از من گریز و خودت را نجات ده. از من کسی خیر نمیبیند. این خیلی نمیشود، این خیلی نگوی. چیکار میکنیم؟ بیا رفته گیریم. دختر چی؟ دختر میماند. مایلش، من اکنون روم دیر شد. نه نرو. حاضر فاتح را به نعمت خانم میدهیم، بعد همراه چای نوشی میرویم. مایلش، من اینجا تو رو انتظار میشم. خودش چی گفت؟ زردی گفتم به من برسید. زردی بگویم. زردی گفتم. زردی ملیکه خدایا یکی خودت رو احتیاط کن ملیکه. احتیاط باش ملیکه. زردی گفتم. من نمیپرسم که شما کی هستید. زنده ماندن خواهید دمت را گیر. گپ نزن احمق. مرا با کجا میبرید؟ بیهوش کنید. نه دیگر نمیگویم. دیگر نمیپرسم. این چی؟ داروی پشه است؟ شکر که بازم زنده ماندم. من یک عادت دارم. هر سحر که از خوابم خیزم البته دندانهایم را می شویم. به من خمیره دندان شویک لازم می شود. پرمان نکن، به قریبی دندان نمیماند که شویی. همین طور گوی. اجل سگ که رسید و دیوار مسجد می شاشد می گوید. این را دانستمان، فراموش نکن. دختر رومال سرخک هم تشریف آورد. اکنون من چی می شوم؟ آدم بد؟ نه. گرگ آدم. نه گرگ. ما که بودنی تو رو میدونیم. پس من پدر شدم. ای بلا زند. با پیکاس گفتنی آدم کار میکرده، این راست است؟ پیکاس؟ نه معاشش معقول نهفتم. تو راست کجا میشناسی؟ از اینجا و از آنجا، هر جا. برا گیرید. آرام، خاموش. حتی نقاب هم بشره خنکت را پوشانده نتوانسته است. اگر نقاب را از رویت گیرند مسئولان جهنم هم در نزد تو پری برین می نماید. من از تو پرسیدم که او را از کجا میشناسی؟ به تو افسانه گفتن رومال سرخک. افسانه. آخر تو از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟
چی من به تو مواجبه کم مگره؟ مایلش من به تو شوخی ناجا کردم. همین را دانستم که شوخی مؤدبانه را خیرتمندان میکنند. خیرتمندان. مرا درستم رما سرخک. دادا با من نگاه کن. دادا چقدر کودکی شیرین. چشم نرسد. تشکر. در این دور تربیت کودک مسئولیت کلان طلب میکند. به باغچه بر، به مکتب بر. چی گفتن میخواهید؟ خواستم که آگاه کنم. به من چنین مینماید که پدرها هم مسئولیت شناس نیستند. جناب شما به چی اشاره میکنید؟ یک بینید پس آن گپ میزنید. مانا اینها را از کجا گرفتید؟ شما کی؟ یکی از نزدیکان نوانگشته. میشناسی؟ نوانگشته؟ بله میشناسم. در بیمارخانه شما بیماری داریم. عذاب کشیده ایستاده است. نوانگشته خواهش کرده است کار بیمارمان آسان شود. کی رو؟ نامی دیگر از جنید زرد، جنید سخنچین، جنید جاسوس، هر چی که خواهی. چی میخواهید؟ چی خیل با زبانی فهما گپ زده ایستادن. جنید را یک طرفه کن. تو دیوانه شده ای مگر؟ من دکترم. تو از من چی ها میخوایی؟ میفهمی؟ شین در جایت. دنیا را بی صاحب نبین. التماس نکنید. من زن و کودک دارم. از من چی میخواهید؟ مرا به حالم گذارید. دکتر دمت را گیر. گوش کن. مرا عصبی کرده ایستاده ای. در نزد کودک جنجال نکن. شین گفتم. این را در میان خلق گوشتخور میگویند. یک نمود باکتریه. این را گویا نفهمیده بر او خواهی داد. کسی از این کارت با خبر نمی شود. من این کار را چخیل انجام میدیم؟ نمیدانم، اما در حمام با زنها چیکار کردن را میدانستی. برای سردختور شدن نزد نوانگشته زاروگیری کردن میتوانستی. اجرا میکنی. فهمیدی؟ وگرنه عکس ها را بر روزنامه ها میدیم و شرمنده دنیا میگردی. خدا میداند وقتی قسم خوری به هیپوکرات یک پایت را برداشته بودی. دادا با بازی من نگاه کنید آخر. خیز سردار آمد. چی گپ است بچه‌ها؟ یگان تغییرات است؟ نه سردارم. از دیشب اینجاییم. سخت مانده شدیم. شد. یک دسته نو روان میکنن. حالا وقتی جا به جا کنید کمی کمبودی کادری هم هست. کمی دیگر صبر کنید. در اینجا تنها دو پاسبان است. شما میدونید که در درون کی است؟ پیشتر جنید زرد بود. حالا باشد و بیکار است.
مرا گوش کن سردار. گوش میکنم آقای حمایتگر. عقلت رو کار فرما. تو رو با فیزن بدرقه میکنم. فکر کردم که مرا با اون دنیا بدرقه میکنی. برای مرا با فیزن روان کردن من باید در اینترپول کار کنم و فیزنی گفته در لبنان است. خواهی مرا به طرف های ارزروم و یا ملاتیا روان کن تا دعای خیرم را بگیری. موکلم در خطر است و شما تنها 2 پاسبان ماندید. کاری نمیشدنی. 4 نفر مانید، حتی 6 نفر. شاید میخوایی که او را به مقام راهبر امنیت پیشنهاد کنیم؟ 2 پاسبان بس است. من نمیدونم. به خطریش رو تامین کنید وگرنه عاقبت کار رو خودتون میدونید. این چه غوغاست؟ هیچ گپ نیست. از نوحان گشته خبری هست؟ رفتم اما با من ملاقات کردن نخواست. نامرد، به حیا، بعد این قدر خدمت به من چنین رفتار کرد. آرام باش جنید، آرام باش. آرام شدم؟ من اینجا دلگیر شدم. هر لحظه اینجا مرگ آمدنش ممکن. میفهمی این چی معنی دارد؟ میدونم در اینجا امنیت نیست. گوش کن ادوکات، گوش کن مرا. چی کار میکنی نمیکنی مرا به بیمارخانه خودمان برد. التماس مرا از اینجا برار. اکنون دیر شده است. افسوس که آن روزها در عقیب موندن. کسی به تلفن هایمان هم جواب نمیدهد. حیرت آور است که در این قدر وقت نفری برای عیادتت نآمد. حتی دادرت نآمد. پروا نکن، من از اینجا میبرایم. گوش کن، اینجا تنها یک راه برآمدن دارد، آن هم صادقانه اقرار شدن است. در آن صورت امنیتت تعیین میگردد. چی کار کنم؟ چی کار کنی؟ دانستگیت را گپ زن. ما هم تو را از آنها محافظت میکنیم. به این هم وظیفه همان همین است. ما را نادرست نفهم. مگر نمیبینید سر موکلم ضرب خورده است؟ چیزی را به یاد ندارد. آقای حمایتگر، نه من نه تو دکتر نیستیم. قرار را آنها میبرارند. نه اگر سخنی گفتن خواهد چی؟ من همچنین میگویم. میبینی که چیزی گفتن میخواهد. درد بد را دوایش هم بد میگویند. همین خیلی نیست؟ اینجا چی گپ است؟ چی گپ است؟ خالی کنید اینجا را. مرا با بیمار تنها گذارید. اول آقای حمایتگر مرحمت. سر دکتر هم بسیار آدم قهرآلود بوده است. خوب هستید؟ خوب نیستم. این چیست؟ چه دارو است؟ چه میدهی به من؟ آرام باشه. سرطان سخت آسیب دیده است. این دارویی است که شما را هر چه زودتر با پا میخزاند. نمیخواهم. نه آخر نمیخواهم. نمیخواهم گفتم کن. نمیخواهم. این دارویی است که ضد میکروب است. نمیخواهم. مرا از اینجا برارد میگویم. گشاید در را. یگان کس هست؟ گشاید. من پیکس را نمیشناسم. مرا رها کنید. سر دهید مرا. یا میگویی یا از اینجا نمیبروی.
شن کنشن دمت رو گیر. فرات را کشتی، سیری را هم کشتی، اوکش را هم کشتی. این را تو تنها کردن نمیتوانی. پشتیبانت کیست؟ گپ زن. فرمان کشتن را به تو پیکس داد؟ کسی نداده است. من تنها کردم. من با کسی همکاری ندارم. پیکس کیست؟ گوش کنید، من چنین کس را نمیشناسم، ندیدم. اگر نگویی تا مردنت میزنیم. این میدهک زیبی من دارد. من به تو یک چیز گویم، زیر تو به پخشر نمیرسد، لیکن میخواهی مرا لطو کب کنی. زورم نمیرسد. گپ زن. اگر مرد باشد یک به یک جنگ میکنیم. اگر جسارت داشته باشید حالا همینش بس، بعدتر دوام میدیم. رفتیم. برای تو غذا آوردم. از لطو کب سیر شدم، نمیخواهم. بخور این را. همین هم خوراک شد مگر. لازانیا خورم بهتر است. مرا گوش کن. من آدمی پیکسم. من تو را از اینجا میبرارم، فهمیدی؟ اینجا بیا، من با تو کار دارم. فهمیدم، آمدم. پس در اینجا چارباغی بوده است. در چارباغ کسی سیر و گشت می کند. اینها کی باشند؟ مرا کجا آوردند؟ مرا دعوت کرده بودید؟ خوراکش را خورد؟ نه، یک روی دارد. یک باری دیگر عذاب دهید. تو گپ زدنش عذاب دهید، فهمیدید؟ باید گپ زند، همش رو گپ زند. بلبل بر این باید خواند، فهمیدید؟ بله فهمیدم. تا امروز کسی از آنجا قایل نشدن برآمده است. این
анъанаи мост. ҳозир рафта амал кунед. зудтар. یاری دهید همشیره همشیره یاری دهید یاری دهید یاری دهید چی شد؟ زود رفته دکتر را جغ زن زود کجا گم شد؟ تستر زود باشه بچه ها زود تستر از پیان شوید تستر های کنید تستر حاضر دکتر می آید. به من دکتر مگو دستت را کش. سلام چرخ میزه با جایتان گذاره کاردار نشو برو جناب خوب هستید؟ زود به اتاقش بریم. مایلش چی کاره به من کردند میدانم. مرا میکشند. دکتر را فریاد کنید. آروم شوید جناب آروم شوید. دکتر را فریاد کنید. زود جیغ بزنم. دکتر همه آنجاست دستگیر کنید بازی نکنید در اینجا چی گپ؟ بیمار خودش رو خوب حس نمیکنه. قریب در حجت خانه از هوش میرفت. مایلش شما براید از اینجا. به من چی شده ایستاده از دکتر؟ داری دادت حالم را بد کرد. این تأثیری دارو است. یگان خطری ندارد. برای زودتر صحت شدنی توست. گوش کن مرا. یگان کار دیگر نکرده باشی. آقای جنید آرام باشید. همشیره با بیمار داروی تسکین بخشید. خوب مایلش. ایست برادر چیکار میکنی؟ با تو داروی رفعی درد میدیم. دروغ میگویی. تو کدام نقشه داری؟
میدانم که تو مرا میکشی مرا میکشی. با خود بیا برادر، این برای رفع درد است برادر. با خود بیا. یاری ده مادامی که این تنها برای رفع درد باشد پس با تو زنم. بیایم با این طرف. تو کی هستی؟ برای آنها کار میکنی؟ آنها کیستن؟ آخر آنها من تنها دکترم. التماس مرا سرد ده. بچه ها هوشیار باشید، در این بوده ها او را کشتن میخواهند. یاری دهد دکتر را میکشد. تو را میکشد. یاری دهد. هیچ کار داده میخواهی؟ سردارم احتیاط کنید. تو چیکار کردنی هستی؟ مرا کشتنی بود. تهمت. این آدم دیوانه شده است از عقل بگانه. یگان جایتون معلوم نشد. خوب هستید؟ من خوبم. گذشت شد. آرام شو. تو را با بیمارخانه روحی روان میکنم. دیوانه است. خود به خود به من حمله کرد. گوش کنید، شما هم فهمید آقای جنید روزهای وزنی از سر گذرانده است. برای این کارت جواب میدهی. این چی خیل دکتر است؟ خودسرانه آمده این آدم رو میخواهد سوزن زند، بعد به سوی ما زوری میکند. من اون طرف رو میبینم. این کجا گم شد؟ مرا از اینجا برید. من تو را کجا برم که؟ در بیمارخانه ای؟ کجایی که باشد، به حبس خانه، نظارت خانه، حتی به خانه تان. من تو را هیچ نفهمیدم. وظیفه خیلی خوب داشتی، حتی وظیفه با اعتماد بود. چرا به این کار آلوده شدی؟ نمیدانم غمت را خورم یا که تو را محکوم کنم. به این احوالت نگر. التماس مرا از اینجا برید. میدانم که مرا میکشند. او دکتر نبود. چیزی که خواهی میگویم، مهمش مرا یاردم کنید. همه چیز را. اکنون کاری میکنم ماری را که دمش را دستگیر کرده ای سرش را مجخ کنی. چرا آنهایی که مرا فروختند حفظشون کنم. ممدو، من این را به جای باسم به خطر میبرم. با دیگر بیمارخانه؟ این دشوار است. ممکن در اینجا جای به خطر یافته توانم. تو دکتر را نظارت کن. این را هم گرفته بسنج. کنه بین چی میبراید. ممکن راست گوید. اطاعت سردارم، اطاعت.
آقای فروخ، من دکتر ارجان. کار حل نشد. یک خبری دارم اما گفته نمیتونم. باید واخوریم. مایلش در باغ. نقاب سرخاگین توی از من چه میخواهی؟ به من چه دادید نمیدانم، لیکن خودم را مثل کنده حس میکنم. حاضر از هوش میروم. اکنون به حضور خواب رو. با تو کاری زیادی داریم. گیری تو رو. تو هم از اینجا رو. با او شاید میشناسد. البته میروم. من باید رفته به نجیب خبر دهم که یگیت را دزدیدن. او خبر دادنم لازم است کو. اشکریزی را فراموش نکن. اکا این آدم را میکشم. دیوانه، حالا معلوم نیست که میکشم یا نمیکشم. اگر فروخ اشارت کنه آدم البته. اکا 64 ساعت و 27 دقیقه و 19 ثانیه کسی را نکشتم. طاقتم طاق شد. کسی شنود فکر میکند با آسمان ماهواره روانه میکنی. دقیقه ها را حساب داری تو. اقلا رفته جایم را گیرم. گوش کن برا، بازی ندارانو در سرش بران زود کار حل می شود. در روزی روشن دیدنش ممکن. من از جنایت کیف میبرم، تو باشی نمیگویی. عیب است و خیر. زود این را هم گیر. برای استراحت به یوگا مشغول شدن را میدانستم. از جنایت استراحت کردن را نمیشنوم. حیوان. بیا. کار رو انجام داده نتوانستم. نشد. بیمارخانه پر از پلیس است. دستگیر کردنش ممکن. میترسم. هیچ گپ نه. تو از دستت می آمده را کردی. پلیس فهمه چی؟ از پایم شود چی؟ شما به من چی فرمودید؟ به خاطر شما قریب فاش می شدم.
سردارم افسوس جنای راست میگوید. این دکتر از اینجا برآمده با فاروق خورد. معلوم است که با فرمان او عمل کرده است. من حیرانم نشدم. از دنبالش باشید. من با آقای دادستان واخورده امر دستگیر کردنش رو میگیرم. اطاعت سردار. قریب بود که گریخته خلاص شود. او با ما در کار است. او را به شما بیهوده نآوردم. جنگاوری مادرزاد است اما هوشش پریشان. هیچ گپ نه. اتن عقل آدم را می‌دزدد. جوانی بیچاره هر چی داشت از دست داد. یکی 2 نفری ما را کشته است. مهم نیست. در بینمان به ضعیفان جان است. در نبرد آدم زیاد است. اتن کجاست؟ نجیب گفتنی پلیس است. امروز ها از اتن شبهه دارد. برای دلی او را یافتن رفت. قایل نشود خیلی خوب. میدونه که در عالم ما کسی را نمیبخشند. اتن نرود افرادیته می آید. یگید را چی کنیم؟ قایل نشدنش مرا خرسند کرد. کمی دیگر اذیت دهید. کنی بینیم چقدر طاقت میکند. گردی را برید به جایش گذارید. ببخشید دکتر، تو را هم کمی عصبی کردی. تو هم باید کاری ما را دانی. عکس ها رو میتوانم گیرم. این چیست؟ بر عوض خدمتت یک هدیه. تو سخاوتمند بودنی این انگشتر را میدانی؟ میدونم. قریب بود که نابود میشدم. اکنون پول هم داری. از من یک نصیحت. زن و فرزندانت را گیر و از اینجا رو. یک چند روز استراحت کن. در یک جای فراغت. بی آواز زیبا. من چیکار کردنم رو از تو نمیپرسم. سلام دکتر. تو کی هستی؟ نامم مسعود، نام دیگرم بختیار. دیار به دیار آدما را کشته میگردم. فراز ماشین وگرنه پلیس جیغ میزنم. دکتر جانان دکتر مهربانی من عیب است آخر. این خیلی پلیس مالیس مگو. نام پلیس را بعد میبینم. یا ریدیت. این دیوانه را بین. از خرسندی آب دهانش میریزد. دیوانه گویا که برایش بازی باشد. آدمی سالم در بازی کامپیوتر هم پیش از کشتن فکر میکند. این باشد بازی میکند. این از کجا پیدا شد؟ ای آشنا، در بلا ماندیم. پلیس برو از ماشین. برو گفتم تسلیم شو.
که گرسل این حادثه را دیده ذوقت آمد. ببین چه خیلی عجایب. دکتر جان تبلیغ را دوست ندارم. چی دازد استاده ای؟ یاریدیه مسعودی دیوانه بیار رویم. اکا تو این پلیس را کش، من دکتر را. دیوانه تو این کار رامان، مردم ما را تماشا دارند. نباشد بیا اول پلیس را میکشم دکتر را بعد. ماشین سوار شو میگویم اینجا بیا. نباشد من دکتر را میکشم، تو هرچی خواهی کردن گیر. این ابله به قدری نخود عقل ندارد، همه را میسوزاند. یاری دید او دکتر التماس مرا نکش. از صحنه های ریقتاور خوشم نمی آید. التماس مرا سرده، نکش. آبا یک آدم کشتن اینقدر آدم را خسته میکند. تمام کشتی آخر. عقل و خاطر جمع شد. زود باش میگویم دردی سر. اکا خدا مثل دارو شد. زود باش سوار شد. آمدم اکا جان. بیمار را تنها دکتران و همشیره‌های تعیین شده می‌بینند. همه را تحت ثبت قرار دهید. دارو و خوراکش را سنجش گذرانید. اطاعت سردارم. ببین به تو دکتری مخصوص هم یافتیم. آقای عرفان دکتر اعتمادناک ماست. میتوانی دیگر غم نخوری. صفی پاسبان ها زیاد شدند. افسوس که برایتان خبری ناخوش دارم. از ترکیب داروی داده‌اش یک نمود باکتریا پیدا شد. باکتریا؟ بله. در بین خلق آن را گوشخور میگویند. شکر که این حال میتوانیم توابت کنیم. اگر کمتری دیگر وارد میکرد. بی‌ناموس‌های نامرد. مرا گوش کن. حالا تو امکان داری هر چی میدانی بگویی. گویم هم میکشند، نگویم هم میکشند. معلوم میشود که قصد کشتن تو را دارند. همه چیز عیان است. جای پنهان شوی ندارد. از دکتر خبری به دست آوردید؟ امری دستگیر کردن دیهن؟ حالا میپرسم آقای دادستان. لبای سردار بخیر است؟ چی شده است؟ چیزی نشده است. از تو پرسیدنی. با دادستان واخوردم. امری دستگیر کردنشان را داد. ممدو تو چیکار کردی؟ چیکار کنم سردار؟ در هوا کمی سیر کردم و به زمین فرآمدم. چی شد؟ گرسل و مسعود دکتر را کشتند. برادر آیسته. خودت خوب هستی؟ مرا با ماشین زدند اما شکر سلامتم. تشکر. در اینجا فاروق را هم ندیدم، البته که گریخته است. خدا شفا دهد. این بار چندم است که آنها را دستگیر کردن نمیتوانیم. این احوال به ما زیبنده نیست آخر. فاروق را پیدا کنیم هم راه یافته خودش را خلاص میکند، لیکن گرسل و مسعود امکان ندارند. خواهی خانه رفته استراحت کن. تشکر سردارم، تشکر. میبینیم از شرایط وابسته است. مالش دادیدن. عمر دکتر هم تمام شد. چی شده است؟ اول با فاروق واخورده است، بعد با عزرائیل. گپ نزند، گفته او را هم کشته است. اوه فعل سگ به صاحبش معلوم. با دکتری که کاری کوچکی کردی را روا دیدند.
پس به تو بر این زاغ سیاه چیکار میکنن تصور کردن نمیتوانم. تو آسوده باش، ما تو را حفظ میکنیم، اما بر عوض حفظت تو با ما یاری میدی. نوهنگوشت انیق که فرخ امر را از او گرفته است. فرخ آتشی اوست، با او کارهای حرامش رو میفرماید. این نوهنگوشت را از کجا میابیم؟ یافت وقتی بیتاب شویش شد. بیا نجیب سردار، اکنون او در دست ماست، حتما معلومات میدید. سردارم، دختورتان عملیات زرد را به آخر نرساند، لیکن حیات دختور به آخر رسید. دارویش را دادن نتوانست؟ داده توانسته است، مردنش کمی وقت طلب می کند، کمی دیگر عذاب می کشد. افسوس که این دعوا با خون آدمان خودش شسته می شود. به این هم قاعده تبدلات همین است. هر گزارش اول فرزندان خود را می خورد. هیچ گپ نه، پس از گزارش از این دردها خلاص می شویم. بیا. سردارم، ادوکات جنید زرد آمده است، میخواد با شما واخورد. باز چرا آمده است؟ گفتم که واخوردن نمیخواهم. این دفعه با اصرار میخواهد. بگو که درآید. برای نرخونوا آمده است. شبهه ندارم. محترم نوانگوشته، جنید از چهارچوبه برآمده است، با همه چیز اقرار شده نیست، با پلیس نام شما را گفته است. چطور این کارا کرد؟ چرا مانع نشدی؟ چرا به گپ زدن اجازه دادی؟ هرچی از دستم آمد کردم، اما مرا گوش نکرد. فکر میکنم آدمی روان کرده‌تان را هم فهمیده است. پس تو چرا در اینجایی؟ برای خدمت کردن آمدم. دلش شیرینی خواسته است، برای همین. اگر کاری نکنید با پلیس همه چی رو میگوید، شما را هم، اینجا را، خزینه کلان را. بعدی کار این است که گفته هایش به خزینه امنیت ثبت میگردد، بعد تازه کرده هم نمیشود. آماده هستید؟ آماده هم آقای دادستان. مرحمت آقای جنید، تو را گوش میکنیم. من وظیفه سردار گروه استخباراتی عملیات را به عهده داشتم. هدف برای تطبیق عملیات های دیگر گروه ها نقشه کشیدن و زمینه لازمی تأمین کردن بود. انا از همین جا شروع شد. مثلا عملیات های روانی فرض کردیم که مردم چیزی را باور میکنند. زود راهبران وسایط اخبار عامه را دعوت کرده سفارش میدیم که مسئله را تحت نظارت گرفته هرچی زودتر در صحیفه اول روزنامه ها مسئله را نشر کنند. این وظیفه من بود. این نشست ها را ثبت میکردم و هر لحظه که از وظیفه دادم سرکشی کنند ثبت ها را به ظرف گذاشته روانش میکردیم. در این دنیا تهدید کردن سلاحی است که قدرش گم نمی شود. باز چگونه عملیات ها را استفاده بردید؟ اولی کار به هر نمود جنگ روانی همه را به سوی نوانگوشته کشیدن بود. این کار نه سرحد داشت نه اندازه. برای مثال در بازی فوتبال بین دو دسته هزارها تبلیغات ها گذرانیدیم. به یاد دارید در روزنامه ها زیاد نشر می شد. به همین نمود هزارها مثال دارم. مسئله دوم این گوش کردن و تعقیب کردن شخصان مهم دولتی و غیره ها. گوش کردن همه گونه زنگ های تلفنی. به این اصول کی در کجا و با کی و با چی کار مشغول بودنشان به نوانگوشت معلوم است. به قول معروف دولت را مثل 5 انگشتش میداند. همایش های جبهگی هم نقشه تو بود؟ من سرپرستی و تحریزی همایش ها را به دوش گرفته بودم. مثال
برای تأمین هزاران کارگر در اتوبوس ها با دستگیری سردار بود. او همه گونه همایش های ما را سخاوتمندانه اجرا میکرد. شعارها و حرکت ها را ما تأمین کرده بودیم. غیر نمایش باز نقشه از این هم کلانتره بود، اما در آخر عملی نشد. صدها نفر اطاعتکارانه به سوی مجلس رهسپار می شدند. من ممکن باورتان نآید، اما بالای سرشان نوانگشته و گروه مخصوص او بود. نوانگشته مطمئن است که او را چون قهرمان بزرگ ملی اعتراف میکنند. خبر میداده است. این ادوکات را دفع کنید. با طور عاجل یک نقشه تازه باید کشید. اگر گفته‌هایش درست باشد صف گروه کم می شود. اگر درست باشد سیر ما هم فاش می گردد. سردارم، نظارت اخبار ما هم ضعیف می گردد. اول کارها خوب بود. دیریژور چوبش را به حرکت می درآورد، همه با تنظیم می نواختند. امروز کار رنگ دیگر گرفت. اکنون دیگران عملیات نوبتی را آغاز می کنند. بچه های ما را هم مجبور می سازند مثل آنها نوازند. پس معلوم شد که امنیت و دادستان از پس ما می گردند. به این اهمیت ندهید. لایحه را به دیگر طرف گذرانیده گروهی مقصد تشکیل کرده شود و یا به لایحه کنونی نفر وارد می کنیم. مقصد کار باید کرد. قاچاق سلاح را از کلش گرفته به دیگر عده. چی شد؟ یک رفیق اعتمادناکی داریم، نامش گورسل. کار را با او دادیم. میلش یکی از گروه هایی که در دست ما مانده است حزب جهاد است. وقت ارتباط سالم آمده است. برای اینها مبلغ و سلاح تامین باید کرد. در روزهای نزدیک با آنها کار می‌فرماییم. این آدم ها را می توانیم استفاده کنیم. آنها برای کار آماده اند. از ما یک اشارت انتظارند. او یک سندکار است. نامش دیمیر تیتیانوم است. او با خود طریقت دارد. از آن سر میکنیم. ساختار آن در دست خودمان است. نقصان پیدا نمی شود. حمله بر روزنامه ها را چی میگویید؟ برای مثال کدامش؟ مثال از آن تو را. چرا روزنامه من بوده است؟ چرا نمی شود؟ خیلی با مورد است. در حمله بر روزنامه تو بافتن قهرمان دشواری ندارد. یک لحظه. چی مگر تو میترسی هولدون؟ کسی که مالش را از دوا بالا میداند حاضر از اینجا دفع شود. زودتر. ما در اینجا بازی نمی کنیم. ما در دست خود ثبت صحبت تلفنی جنایتکاران را داریم. این کار دیگر گروه است. من نمیدانم، اما نوانگشته ممکن داند. این کارها را هم او پیش میبرد؟ نه، از او بالاتر هم هست. فکر نمی کنم که با نوانگشته ارتباط داشته باشند. بالاتر از نوانگشته باز کیا هستند؟ 7 نفرند. نوانگشته رقم یکی 7 نفره ها به شمار می رود. خودی تو با آدمی اول روبرو شده ای؟ نه، حتی نمیدانم که او کیست. همین قدر میدانم که با اصول مخصوص انتخاب میگردد. پس این آدم در همین دیار است؟ نمیدانم. چی اهمیتی دارد؟ روحشان در همین جا است. چی که خواهی در لحظه حاضر میکنند. و این کار چقدر جلب شده؟ آن طرفش را نپرسید. در اول عشق وظیفه و پیشروی، بعدتر درک کردم که بند در گردنم است و باز در دست کیمکی ها و خودم را درون آنها دیدم. باز نقل میکنم. چند ساعت شد
مانده شدم. نجیب هم 1-2 سالی دارد، بعد استراحت میکنیم. مایلش. کشتن روزنامه‌نگار دایما فایده دارد. سوها یگان فکر داری؟ شما خوبتر میدانید سردارم. آلدون جمهوری الهان را زنگ زد. از او طلب کن تا یک رسم حجوی ضد دین کشد، جایهای مقدس را کشد تا غوغا برخیزد، یک رسم پسزنی دردناک و حتی به خدایی باشد. دستش را کمی تاب دهید. این کار تنها با عقیدرانی پیش نمی رود. ما باید آن حزب‌ها را به جهاد دعوت کنیم. شرط نیست که چی شدن آیندهش را گفته دهد. ارتجایی که گفتی مردم مثل ملخ می جهد، خود همان لحظه حاضر می شوند. الپرین طبقت را بده. من اوچه. دادا جان تو تعطیل وقت کم مونده است. برای خونش خوبم چی هدیه دارد؟ گیرید. روز بها آذر ماه است به فکرم. چه خیلی می شود دادا؟ نجیب یگون ذره عقلم نمیگیرد. در تگ آب چخیل می رود، چخیل غوطه می زند و باز می براید. دادا در اصل چخیل می رود؟ اینها دخترم محرک اینها خیلی بقوت است. اینها یک نمود نقطه سوزشواری دارند. من گویم مثل شما گوید مثل مادرم. در اصل اینها با نور آفتاب. چی شد الپرین، خوب هستی؟ خوبم اوچه. ببینید. قوه برق. البته در اصل اینها با قوه برق می روند. قوه اینها اکومولاتورشان است. چخیل؟ پس چخیل غرق می شود و باز می براید؟ اینها باشند در خود چاه‌های کلان دارند. آب را فرو برده به آب می درآیند، بعداً آب را خالی کرده می برایند. قوه مخصوص آب، یعنی با قوه برداشت آب می گویند. همین خیلی با فکرم. آفرین به دادای من، همه چیز رو می دانند. اصلا این دانستن نیست، این هنر ذکاوت انسان نیست که پی می برد. در مکتب بعضی معلمانی هستند که اگر سوال دهمون ندانند گپ رو به دیگر سو می برند. بچه ها می گویند که فوتبال سر شد. دیگر این خیل نکن دخترم. انسان عیب خودش را بداند و آن را اعتراف کند بهترین صفت است. حتی بیبیاتان نقل میکرد که زمان عالم با نام ابو یوسف قاضی دولت بوده است. فتوا میدانست و به سوالها جواب میداده است. روزی نفری آمده سوال میدهد، او هم نمیدونم میگوید. بعداً سوال دهنده به عالم میگوید باز از دولت برای این معاش میگیری، گفته دعوا میبردارد. فهمو سلامتیش خوب نبوده است. قاضی هم گفته است که گوش کنید، من به قدری میدانستگیم معاش میگیرم. اگر به قدری نمیدانستگیم مبلغ میگرفتم در خزینه دولت پول نمیموند. آدم نداند نمیدانم گوید. ندانستن عیب نیست، ناآموختن عیب است. امروز یکشنبه خیلی خوش گذشت. خدا کند از این کار سبو خلاص شویم. آقای نجیب در خانه باشند. در خانه. من میبینم. خوش آمده. خوش باشید. آقای نجیب در خانه اند؟ بله در برو است. بخیر است، این چه احوال؟ آقای نجیب یگیت رو دوست دیدن. چی؟ کی شده است؟ دیروز نصف شب. پس چرا حاضر آمدی؟ تا حاضر عقلت کجا بود؟ حداقل تلفن گفتن اسباب است. آقای نجیب ملکه رو هم با خود بردند، دارو داده بیهوش کردند.
илоҷи занг задан надошт. ҳамаи балоҳо ба сари ӯ меояд. дар куҷо шуд? дар боғчаи кӯдакона соҳиба доштем ки мошине омаду аз дарунаш одамони ниқобдор фаромаданд. ҳардуямонро ба зӯр савор карданд. ба худ омадам, худамро дар кимгу ҷо ёфтам. акнун чӣ кор мекунем, сардор? касеро дида тавонистӣ? ягон далел ё нишонае? чизеро ба ёдам оварда наметавонам. ба мемду хабар диҳед. ман занг задам, сардор. дар роҳ аст, меояд. ин бача ягон душман дорад магар? занак, ту кадомашро дар назар дорӣ? кадомашро мегӯӣ? این باز چیز برادر؟ از هوش میروانید و باز به هوشم میارید. بهترش پرانید. جین زند شما از جلاد هم گذراندید. یک تیر زنید خلاص شوم. چرا عذابم میدهید؟ من فهمیدم تو انیق پیش از این حمال بوده ای. از خلطه پوشانیت معلوم است. همینطور نه؟ شام بخیر سردارم. شام بخیر. سردار به خانه اش در آمدم. دایه در کشاد. او هم خواتیر شده است. ممدو تو با بیمارخانه و به همه جای میتونستگی برو. فهمو ایتوات سردار. من هم با ممدو میروم. اگر نروی میمیری و فکرم. در همین جایی است؟ این رو کاری روزنامه‌نگاری میگویم. بعد یکی رفیقی ما هست. خواتیر میشوم. رانا حاضر وقتش نیست. وقتش کی میآید؟ بچه‌ها او خودش رو کی می‌صوبد؟ من باید نزد جنید با بیمارخانه بروم. نه چی؟ کاری بیمارخانه رو یک طرف گذارید روید یگیت را یابید. زنک تو کاردار نشو. سردار من شما رو میبرم. نباشد من هم به خانه میروم. یگون خبری دسترس شد به من هم گویید. حتما میگویم. تو دیدن رانا، تو دیدن. اوچا چرا همه балоҳо ба сари акаи гид меояд? аз куҷо донам духтарам? ҳатман аз куҷое мебарояд. одамони ниқобпӯш бурданд, мисли филмҳои ҷосусӣ. ту хомӯш шиндона, ин маротиба мисли филмҳо нест. оча акаи гид баъд аз вафоти апай алима дигар шудааст. ягона умедамон апай малика буд. ӯ ҳам аз уҳдааш набаромад. духтарам, апаат малика чӣ кор кунад? йигит ҷавони якрав аст. худо кӯмакаш кунад. дароед ба хона. сардорам, дирӯз ба йигит як аксеро нишон доданӣ будед. дар акс кӣ буд? малика. малика чӣ кор мекард? дар нимашаб дар таваққуфгоҳ бо нафаре вохӯрӣ дошт. таваққуфгоҳ? гуфт ки мошинам вайрон шудааст. дар нимашаб ба он ҷо рафтанаш ба ман каме аҷиб намудор шуд. албатта шумо бовар накардед. далели дақиқ набошад ҳукм додан душвор аст. бегуноҳиро гунаҳгор донистан ба худо хуш наояд. сардорам, яке аз шохаҳои корамон шубҳа кардан нест магар? афсӯс, лекин он ҳам дараҷа дорад. дараҷааш чӣ гуна бояд бошад? барои ҳар як инсон дараҷаи лозима. тарафи мусбиро бубинем, лекин дар боварӣ саросима набояд шавем. тарафи мусбӣ дидан ва эътимод. дараҷаи нозук будааст.
ҳам боварӣ кунем, ҳам саросима нашавем. рабудани йигит ба малика пайвастагие дорад? шарикиу дар ин кор аҷиб аст. чаро пас аз рабудан ба назди мо омад? ягона роҳи рафъи шубҳаи худ наздамон омадан аст. мумкин. ҳозир аз чаҳорчӯбаи дараҷа набаромадем. фикр мекунам ки гунаҳгор накардаем, аммо бозпурсӣ кардаем. имшаб ту як худа санҷида баро. кане бинем ҳақ мебароем ва ё ноҳақ. итоат сардорам. шаб бахайр. шаб бахайр. салом пикас. йигит ягон чиз гуфт? не, одами ту хеле қавӣ будааст. одами ман? ин гуфт мен ғайбат чӣ будааст. намедонам мумкин ба йигит бахилӣ дорад. ба ӯ бигӯ корашро кунад, вагарна худам медонам бо ӯ чӣ кор кунам. ту дар куҷоӣ? дар роҳам. майлаш, то дидан. خاموش. سواران انتخابدار. من اینجا زیق شدم. ماند من روم. من یک کودکی خردسال دارم. شاید وی گرسنه است. با تو امکان آخری را میدهم. حاضر میگویی یا میموری، فهمیدی؟ مایلش میگویم. به شما چی گویم؟ ها، به شما یک لطیفه میگویم. یک لطیفه. یک روز افندی به خرش چپه سوار شده برابر آمده است. به افندی گفتند ای افندی، آخر شاخه نشستت را خودت بریده ایستاده ای. نه، با دیگر لطیفه آمیخته کردم. یگان جای خنده نداشت. لطیفه به آخر نرسید، از خنده در آخر می شود. پیکاس کیست؟ بگو. پیکاس نمیشناسم. تو مثل توتی بوده ای. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. о хайрият, ниҳоят дӯсти ман ҳам омад. чӣ хабарҳои нав, ниқобсурхак? شما میدونید چی کمبودی دارید. شما هزل شوخی را نمیفهمید. بله، خارجی ها این را sense of humor میگویند. بله، برای همین هم ما هیچ پیش نمی رویم. یکی از خصوصیت های ارگنکوم این تشکیل همه گونه گروه ها و یا به گروه ها وارد شدن است. حکومتی و یا غیر حکومتی فرقی ندارد. از دست کسی کار آید با آنها همراه می شود. چرا؟ برای از آنها استفاده بردن. گروه ها را آنها بنیاد می کند. بعضاً
آنها به اکثر گروه ها وارد می گردند. این را صنعت می نامند، زیرا این اصول کم مصرف می باشد. برای مثال گروه غیر را گیریم. کسی سرمایه گذار و یا رابطه هایشان را نمی داند. اداره کننده ها چی؟ آنها به همه افلاسی دست می زنند. پلیسیا، مواد نشأه آور، اسلحه و جنایت های تروریستی. البته که طرفداران این گروه فکر میکنن که برای ملت خدمت دارن. البته آنها از این رابطه ها بیخبرند. باوری به دعوا دارند. اگر خبر یابند عیبدار کرده پیش میکنند. حتی به قتل میرسونند. با این گروه ها چه وارد میشن؟ اول میسنجند، امتحان میکنند، تربیه میکنند، بعد میآموزند. مثلا اگر فقیر باشد او را به گروه وارد میکنند، زودتر تسلیم میشود. اگر از دیگر طرف باشد پس به دیگر گروه وارد میکنند و یا کمی تربیه دینی میدهند، از ایمان میگویند و بعد به یگان گروه تروریستی دینی خودشان وارد میکنند. بله، اسلوب همین است. برای وارد شدن درس گرفتن حتمی است. جوهری او را یافته صیقل میدهند. انا همین طور. هست نفرانی که به این گروه ها وارد گشته فلسفه آن گروه را قبول میکنند؟ یگان گروهی بیگانه نیست. به آن وارد شوی آسان است، چون که راهبرشان از آن ما است. اول تحلیل کنیم که ارگن کام این کار را میکند. شکارچه‌های با تجربه دارند. بله. بهانه مییابند. وطن و ملت گفته فریب میکنند. بله. و بعد برای ادای وظیفه به گروه ها وارد میکنند. البته که بعد درس دادن. بعد گروه ها را تحت نظارت گرفته با خواستشان استفاده میکنند. درست فهمیدم؟ با تمام نازکی هایش فهمیدید. درباره آنها هزارها مثال آورده میتوانم. میدانم. این کارها را کی رهبری میکند؟ پیکاس گفتنی. بس است. الحال همین قدرش کافی است. بعد دوام میدیم. روزنامه یافته‌مان نسبت نقل جنید زد به جز افسانه چیزی دیگری نیست. مواد اساسی را ما دسترس کردیم. این کار وقتی زیاد گرفت. بس کنید. گپ نزنی، از اینجا مردهت میبراید. بگو آخیر، طاقت ندارم. پیکاس کیست؟ ایست میگویم. ایست میگویم. کنیکس، دستهایت را بردار. بردار دستهایت را. بردار. شما حالا نمیداند که با کی بازی میکنید. کو بینم در زیر این نقاب کی باشد؟ تو؟ آفرین آفرین، قائل کردی. چی مگر؟ همه این کارها یک نمودی بازی بود؟ به تو گفته بودم شنیدن کی بود مانندی دیدن.
сардорам, малика ба хонаи дугонааш даромад. ҳамааш ором аст. хуб шуд. аз дигар хабаре аст? ҳама ҷоро пурсидам, ягон хабаре нест. худоё худовандо, ин бача куҷо гум шуда бошад? сардорам, ҳамин ҷо бимонам? мумкин беҷо шубҳа карда бошем. ту ба хонаат рав. итоат сардорам. ҳукмен чӣ шуд? یگید موفق شد. یکمین نفری که از این امتحان گذشت در تاریخ نامش میماند. تو رو در روبرویش دیده چی گفت؟ او از حیرت شق شده ماند. مالش بعد با میخوریم. این قسمت هم تمام شد. اکنون میتوانم به حضور بخوابم. پس همه این امتحان بود. شما مرا سنجش کردید. از ما نرنج. اسلوب ما همین است. این آدم ها چی؟ من آنها را پراندم. این هم بازی بود؟ افسوس که همین طور. فاجعه انسانیت به ما اهمیت ندارد. این برای تعلیم و تربیه. فکرش رو مکن. آخر من کشتم. ممکن تو هم میمردی. بله. بعد چی؟ تو با خواهش خودت نزد ما آمدی. بله. در حقیقت با ما همراه میشوی. بله. در این راه مردن از کشتن است، اما برگشتن نیست. تو این را قبول میکنی؟ قبول میکنم. وعده میدهی که این تشکیلات را از جانت، عائلت، ناموست، هستیت بالاتر میدانی؟ وعده میدهم. همه چیز برای وطن. همه چیز برای وطن. سلام سرحد. و علیکم السلام آقای فاروق. اکا این آدم بسیار بیزیب بود است ده. چیکار کنیم؟ مردم به مثل تو زیبای مادرزاد نمی شود. و خیر است یگان کاری عاجلی هست که ما را جیغ زدید؟ این مراتبه برای کار نه. مجلسی با تنتنه. برای شما هدیه ای آوردیم. چی بوده است؟ گرسل، مسعود. بیا بین. اینها از تفتان نو برآمدند. ثبت نام نشدند. تازه‌اند. فکر کردم که به شما لازم است. پس به عوضش چی میخواهی؟ حاضر دوستی میخواهم. گوش کنید اکا، چرا ما این سلاح جان را به دیگران میدهیم؟ من با این سلاح آدم زنده نمیمانم. دمت را گیر. تا تجارت چی میفهمی؟ اینجا بازار نیست. به سر ما بلا نخریم. آتش افروخته باز خودمان نسوزیم. اکا من در میان خودم و آتش کسی را ماندن نمیخواهم. روی راست آتش را داشتن میخواهم. ممکن دستم سوزد لیکن از آن ذوق میبرم. آتش به دست. په دیوانه. اسلحه را با ماشین ما بار کنید. فهما سردار. یگان امر داشته باشید ما را میدانید.
شما هم ما را میدانید. پلیس دنبالتان شود تلفن کنید بس است. حل میکنیم. زود باشد میرویم. خیر بچه ها، کارمان تمام شد. رفته خوراک میخوریم. مسعود، مثل که میخوای استکاس خوری نه؟ اسکتازش چیه که؟ در ساحل زندگی میکند. ماهی للمی. شعر بچه. همتون به من گوش کنید. برادرمان یگید برای شامل شدن قرار داده است. اکنون برادری همه‌مان است. همه این را باید داند. جانی یک است، جانی همه‌مان است. جانمان یک جان است. خونمان یک خون است. وطنمان یک وطن است. پرچممان یک پرچم است. هدفمان یک است. خوش آمدی. به شما خدمت کردن برای من افتخار است. از این پس تو منی، من تو هستم. شنیدی یگید؟ از این پس تو با منی. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز تومن، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، میر نسا، خوشنود و دیگران.